همراهان گرامی، در مورد داستان‌های این کتاب باید بگویم که اکثر ماجراهای آن در بغداد کنونی که یکی از شهرهای پررونق ایران باستان هست می‌گذرد و بعضی از داستان‌های آن را از ریشه ایرانی و برگردانی از هزار افسان دانستند. من ناتاشا به همراه علیرضا و پریا ادامه داستان را در شب هشتم روایت می‌کنیم. چون شب هشتم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. جوان جادو گشته با ملک گفت: مرا گمان این بود که غلامک کشته شده، پس من از خانه بیرون آمده به قصر بشتافتم و در خوابگاه خیش بخسبیدم. چون بامداد شد، دختر عم خود را دیدم که گیسوان بریده و جامه ماتم پوشیده پیش من آمد. گفت: دوش شنیدم که یک برادرم را مار گزیده و برادر دیگرم از فراز بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته، هر سه مردند. اکنون سزاست که من به عذاب نشینم و گریان و ملول باشم. من گفتم: هر آنچه خواهی بکن. سالی به ماتمداری و اندوه بنشست. پس از سالی گفت: باید به قصر اندر خانه‌ای بنا کنم و صورت قبری در آنجا بسازم و آنجا را بیت الاحسان نامیده به ماتمداری بنشینم. گفتم: هر آنچه خواهی بکن. پس خانه و صندوق بساخت و غلامک را بدانجا بیاورد که او نمرده بود، ولی از آن زخم به رنجوری همی زیست و سخن گفتن نمی توانست. پس دختر همه روزه بامداد و شام به بیت الاحسان اندر شده به زخم غلامک مرهم می نهاد و شربت و شراب به او همی خوراند، تا اینکه روزی دختر بدان مکان رفت و من نیز از پی او برفتم. دیدم که می خروشد و سینه و روی خود می خراشد و این ابیات همی خواند: مرا خیال تو هر شب دهد امید وصال، خوشا پیام وصال تو در زبان خیال. میان بیم و امید اندرم که هست مرا، به روز بیم فراق و به شب امید وصال. تو را گرامی چون دیده داشتم همه روز، کنار من وطن خیش داشتی همه سال. چون این ابیات برخواند، من با تیغ برکشیده پیش رفتم و به او گفتم: ای روسبی، گفتار تو به گفتار آن زنان ماند که با مردان بیگانه عشق ورزند و با ایشان درآمیزند. چون مرا دید که به قصد کشتن او تیغ بلند کردم، دانست که غلامک را نیز من بدان روز انداختم. آنگاه سخنانی چند بگفت که من آنها را ندانستم و با من گفت: افسون من نیمه تو را سنگ کند. در حال من بدین سان شدم. پس از آن به شهر و مردم شهر جادویی کرد. چون به شهر اندر 4 گونه مردم بودند، مسلم و نصاری و یهود و مجوس، 4 گونه ماهیان شدند و شهر نیز برکه‌ای آبی شد و 4 جزیره 4 کوه شدند. پس از آن همه روزه دختر به پیش من آمده مرا برهنه می سازد و با تازیانه چندان زند که خون از تن من برود. آنگاه جامه پشمین بر من بپوشد. چون جوان این سخنان بگفت، گریان شد و این 2 بیت برخواند: گویند صبر کن که تو را صبر بردهد. آری دهد، ولیک به خون جگر دهد. ما عمر خویش را به صبوری گذاشتیم، عمری دگر بباید تا صبر بردهد. چون جوان ابیات به انجام رسانید، ملک گفت: ای جوان، به اندوه من بیفزودی، بازگو که آن دختر کجاست؟ جوان گفت: بامداد و شامگاه کنار صورت قبری که غلامک در آنجاست بیاید و هنگام رفتن پیش من آمده تن مرا بدانسان که گفتم از تازیانه نیلگون کند. ملک چون سخنان او را بشنید گفت: ای جوان، به تو نیکی‌ها و خوبی‌ها کنم که پس از من به دفترها نگاشته در زبانها بگویم. پس ملک برخاست و به مقر خویش بازگشت. روز دیگر هنگام شام تیغ برگرفته بدان جایی که غلامک بود بیامد. دید که قندیل‌ها آویخته و شمع‌ها افروخته و عود سوختند و زنگی به خوابگاه اندر خسبیده بود. در حال تیغ برکشیده غلامک را بکشت
و به چاهش درافکند و جامه‌های او را پوشیده در خوابگاه او بخسبید و تیغ برکشیده در پهلوی خویشتن بگذاشت. چون ساعتی بگذشت دختر به قصد درآمد، پسر عم خود را برهنه کرد تا تازیانه بر او همی زد و او همی نالید و می گفت به من رحمت آور، این حالتی که من دارم مرا کافی است. دخترک گفت چرا تو رحم نکردی و معشوق مرا به آن روز نشاندی؟ پس از آن دخترک جامه پشمی بر او پوشانیده جامه حریر از روی او بپوشانید و به نزد غلام آمده ساغر شرابی پیش آورد و گریان گریان گفت ای خواجه، این شراب جرعه‌ای بنوش و با من سخن بگو. سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی، آخره بد عهد سنگین دل چرا برداشتی؟ خاطر از مهر کسان برداشتم از بهر تو، لیکن ای جانا تو هم خاطر ز ما برداشتی. پس از آن بگریست و گفت یا سیدی با من سخن بگو. پس ملک شبیه زبان زنگیان و مانند سخن گفتن حبشیان گفت آه آه سبحان الله. چون دختر آواز او بشنید از فرح و شادی بیهوش شد. چون به هوش آمد گفت ای خواجه مرا امیدوار کردی. آنگاه ملک با آواز حزین گفت ای روسپی، با تو سخن گفتن نشاید. دختر گفت سبب چیست؟ برای این که همه روزه شوهر خود را تازیانه میزنی و او را شکنجه میکنی. فریاد و ناله او خواب بر من حرام کرده، وگرنه من 100 باره از بیماری خلاص میشدم. دختر گفت اگر تو اجازت دهی او را رها کنم. ملک گفت او را رها کن و مرا راحت بخش. در حال دختر نزد پسر عم خود رفته تا سگی پر از آب کرد و افسونی بر او دمیده به آن جوان بپاشید. آن جوان به صورت نخست برآمد. دختر او را از قصر بیرون کرد و گفت دیگر باز نگرد وگرنه کشته میشوی. آنگاه دختر به بیت الاحسان در آمد و گفت ای خواجه با من سخن بگو که پسر عم خود را از جادو خلاص کردم. ملک گفت آنچه بایست کرد هنوز نکرده ای. دختر گفت ای خواجه آن کدام است که نکردم؟ ملک گفت این شهر و مردم این شهر را به صورت نخستین بازگردان که هر نیمه شب سر بر کرده مرا نفرین می کنند و بدین سبب من از بیماری خلاص نمی شدم. دختر سخنان ملک می شنید و گمان می کرد که غلام با او سخن می گوید. آنگاه برخاسته به نزدیک برکه برآمد، پاره از آب برکه برداشت و چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.